علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما در رابطه با روز عاشورا که به کدام روز گفته می شود و چی فضیلت دارد، بارک الله فیکم. روز عاشورا روزی دهمی از ماه محرم را میگن. عاشورا روزی دهمی از ماه محرم را عاشورا میگن و عاشورا روزی هست که الله عزوجل موسی علیه السلام و پیروای موسی علیه السلام را در این روز از چنگال فرعون و پیروای او الله عزوجل نجات دادند و موسی علیه السلام همچون شکرگزاری برای الله عزوجل این روز را روزه گرفتند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این روز هم روزه گرفتند، چون که حدیث بر روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میاد که قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که بر مدینه منوره وقتی که تشریف آوردند دیدن که و یافتند که یهود روزه میگیرند این روز عاشورا را. پس سوال کرده شد از همین روز، فقالوا هذا اليوم الذي اظهره الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون. وقتی که از روزه گرفتن این روز وقتی که سوال کرده شدند گفتند که این روزی است که الله سبحانه و تعالی در این روز موسی و بنی اسرائیل را بر فرعون پیروز کرد و فنحن نصومه تعظیما له. آنها گفتند که پس ما این روزه را روزه میگیریم همچون تعظیم برای الله عزوجل. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که نحن اولی بموسی منکم فامر بصيامه. در روایت دیگر میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فصامه موسی شکرا فنحن نصومه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که نحن اولی بموسی منکم، ما اولاتر هستیم به موسی علیه السلام از شما دیده. فامر بصيامه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردن به روزه گرفتن روزی عاشورا. و در روایت دیگر میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که پس فصامه موسی شکرا فنحن نصومه، پس وقتی که موسی همچون شکر این روز را روزه گرفتن پس ما هم روزه میگیریم. و روزه گرفتن روز عاشورا چند حالت دارد. یکی از حالت‌های او همین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این روز را هم قبل از اینکه به مدینه تشریف بیاورند روزه میگرفتند، چون که در بعضی از روایات میاد و حتی قریش هم در زمان جاهلیت این روز را روزه میگرفتند، چون که حدیث بر روایت مادر عایشه در صحیحین میاد که كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. یعنی عاشورا از روزی بود که حتی قریش در جاهلیت روزه میگرفتند این روز را و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم روزه میگرفتند. و حالت دوم وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره تشریف آوردند دیدند که این روز را اهل کتاب یعنی یهود روزه میگیرند، همچون تعظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به موافقت کردند، چون که حالا در این وقت اینه که امر شریک نمیداد و فرض شریک نمیداد ماه مبارک رمضان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزه گرفتند و امر کردند اصحاب را اینکه روزه بگیرند این روز را. بله. حالت سوم وقتی که ماه مبارک رمضان فرض شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترک کردند روزه گرفتن این روز را و همچنین امر کردند اصحابشان را که فرمودند که ان عاشورا یوم من ایام الله فمن شاء صامه و من شاء ترکه. و حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که روز عاشورا این روزی است که از ایام الله عزوجل است، پس هر کسی که از شما بخواهد روزه بگیرد و هر کسی که دوست ندارد نمیخواهد او را ترک بکند. لذا بعداً امر شدید یعنی قبلا روزه گرفتن روز عاشورا فرض بود و بعداً این فرضیت یعنی که منسوخ شد بر فرضیت ماه مبارک رمضان و به مردم اختیار داشته که حتی مستحب است که به این چیز اجماع ذکر میکرد ابن حجر در فتح الباری از ابن عبدالبرم هست که اینه که وجوبیتش ترک شده و مستحب بودنش باقی مونده. حالت چهارم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر حیاتش عزم کردند که این روزه تنها روزه نگیرن، بلکه پیش از این روز تاسوعا میگن روز نهمی از محرم و بعد از اون دهم را روزه بگیرن، یعنی که روز دهم و همراه روز 11 روزه بگیرن. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جایی که تقاضای همین رکعت که حالت که با یهود مخالفت بکند در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اونها با یهود مخالفت کرد. و همچنین بر روایت ابو قتاده رضی الله عنه در رابطه با فضیلت روز عاشورا روزه گرفتن روز عاشورا میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله. یعنی امید میکنم بر الله عزوجل اینکه بر روزه گرفتن روز عاشورا الله سبحانه و تعالی گناههای گذشته سال قبل الله سبحانه و تعالی بیامرزد. این است رابطه با فضیلت از روزه گرفتن روز عاشورا.